الو سلام، وقتتون بخیر جان دکتر. سلام عزیز، بفرمایید. خسته نباشید. من 39 سالم هستش، از هلند تماس میگیرم خدمتتون و مشکلی که نصب کنید چند ساله که نصب کن عزیز، چه مدتی هلند هستید؟ من از سال 2010. یعنی شما الان 14 سال هلند هستید؟ بله. چی خوندید، چه میکنید؟ من دکوراسیون داخلی خوندم، ولی از سال 2018 به علت اینکه خانومم بیماری ALS گرفتن مجبور شدم از ایشون پرستاری کنم 24 ساعت و نتونستم کارم رو ادامه بدم. ایشون چند سالشونه؟ من خانومم 36 سالشون بوده، 8 ماه فوت شدن. فرزندی از این ازدواج دارید؟ ما نه، بیماری همسرم ژنتیکی بود، پدرشون هم از همین بیماری سال 2020 فوت شدن و پدر بزرگم هم ماهاشون. و به این دلیل وقتی فهمیدیم ما همسرم این بیماری دارن سال 2017 تصمیم گرفتیم بچه دار نشیم. خب اون که تصمیم درستی بوده. و سوال من این است که شما وقتی این چیزا رو در خانواده دیدید یا خود اونا از این ماجرا به این شدت زمینه ارثی خبر داشتن، یعنی فکر نکردید یه هشداری است که واقعا ایشون قرار نبوده با کسی ازدواج کنن، شما هم قرار نبوده با کسی که میتونه این مسائل پیدا کنه ازدواج کنی؟ بله، ولی چون اکثرا از سن 43 سالگی به بعد شروع شده بوده خودش نشون داد. من خانمم خب خیلی جوان بود اون موقع که با هم آشنا شدیم. ما اصلا نه من فکرشو میکردم نه ایشون. یعنی چه فکرشو میکردی؟ پس واقعیت ها چی عزیز؟ عزیز من ببینم توی خانواده مثلا 2 نسل یا 3 نسل این رو دارن، بعد به فکرم نرسه که شاید منم بگیرم. ولی همسرم خب چندین بار به من تذکر دادن که این بیماری تو خانواده ما هست، ولی کن خب من پافشاری کردم با اینکه بخواد ششم. خب من دوستش داشتم، چرا داری دوستی که بعداً سرانجام خوب و خوشی نداره و یا میتونه نداشته؟ حالا اون گذشته. به هر حال خب شما چی خوندید، چه میکنی؟ من میگم دکوراسیون الان چی میکنی انجام میدم. الان من 7 ماه هستش که همسرم از دست دادم، یعنی اصلا واقعا مسیر زندگیمو گم کردم، یعنی اصلا هیچ کاری نمیتونم انجام بدم. حتی چند بارم پیش دکتر روانپزشک رفتم. چرا شما فکر کنید که مسیر زندگیتون رو حالا از دست دادید؟ شما اون زمانی که به این ازدواج رفت تو این بیماری مشخص شد همه چیز رو گم کردی؟ بله خب با هم دیگه شرایط سختی رو گذروندیم، یعنی مطمئنم تجربیات 24 ساعت کنار هم دیگه بودیم، روزای سخت. بعد این روزای آخرم 1 سال آخرم سرطان کبدم اضافه شد به بیماریش، خیلی درد داشت. من با اینکه الان میدونم واقعا راحت شده از این عذابی که میکشیده، اصلا خودخواه نیستم که بگم که ای کاش بود. و این مراحل 5 گانه که شما همیشه فرمودید من همه رو مرتب رد کردم. احساس میکنم الان شدیداً تو نقطه دپرسی قرار گرفتم. هر کاری میکنم که از جام بلند شم ادامه بدم، با اینکه خب خودش روز آخر شب آخر ازم خواست که زندگی ادامه داره، قوی باش، به زندگی ادامه بده. با اینکه من میدونستم عواقبش چی آخر سر خودت فکر میکنم خودم رو قوی کردم، ولی واقعا اصلا قوی نبودم بعد از این که اتفاق افتاد. حالا البته با توجه به اون اطلاعاتی که شما دارید تو مراحل 5 گانه از انکار و خشم و چانه زدن و چهارمی که افسردگی است، خب این یه دورانی داره که معمولا بین 3 ماه تا 9 ماه طول میکشه و ازش میاد بیرون. بنابراین باید صبر کنید که این دوران به پایان برسه و اون پذیرش و اکسپتنس باشه و زندگی روال عادی خودش رو یا غیر عادی قبلیش رو ادامه نده، یه روال تازه‌ای رو پیدا کنه و بره. عزیز ببینید، من یه مسئله‌ای دارم. ما قرار نیست در دنیای امروز به خاطر یه کسی حتی بیشتر زندگی خودمون رو خراب کنیم. بلکه اگر خرابی بده، اگر درد بده، اگر رنج بده، خب ما در حال قرار است که این مواظبت مراقبت از خودمون بکنیم. ولی حالا اونا گذشته. خب این یه دورانی است که عزیز همونطور که خودتون هم اشاره کردید بعد پشت سر گذاشته میشه. بعدم شرایط عادی و معمولی نبوده که اتفاق بدی بیفته، اتفاق سخت و سنگینی بوده که سالها
ادامه داشته و همه زندگی رو در شما تحت تاثیر قرار داده. الان هم که شما میفرمایید افسردگی دارید، خب کاملا همونطور که خودتون میدونید عادی است. ولی گفتم یه دوره 3 تا 9 ماهه داره که اینو بتونید پشت سر بذارید. تازه باید کمک روانشناس و حالا شاید هم برخی از وقت دارو بخواید، روانپزشک رو داشته باشید. ولی خب یه اصولی در جهت پر کردن همه وقتاتون با کار خوبه دیگه. قاعده اینه که ما باید زندگی رو اینقدر با کار خوب پر کنیم که وقت برای کار بد و فکر بد باقی نمونه. این تبدیل میشه به مسئله ورزشتون، داشتن شبکه‌ای از دوستانی که درگیر فعالیت های جمعی و دست جمعی بشید و زندگیتون رو پر کنید که به تدریج حالت عادی بگیره و ضمناً بی خودی در قبرستان و گورستان گذشته ندید عزیز، و بی خودی اون خاطرات و اتفاقات رو که متاسفانه بسیارش هم باید بد و منفی باشه رو به خاطر نیارید، برای که حال شما رو بدتر میکنه. من جناب دکتر چون میگم من خانمم در نهایت مرگ خودخواسته رو انتخاب کردن چون به خاطر دردی که داشت و ما تا حالا اصلا ندیده بودیم همچین چیزی رو. خب من خانوادهش یعنی نمیدونم این به قدری رومون تاثیر گذاشته اصلا، چون برای اینا خیلی نرمال هستش که این کار انجام میدن. برای منم نرمال عزیز. من بارها رو خط رادیو تلویزیون صبر کنید گفتم اگر من در یه شرایطی بودم که نه اینکه حالا درد بکشم ولی اونقدر خبری از دور برم ندارم، چون زندگی معناش رشد و پیشرفت و حرکت و فعالیت و چالشه. اگه تو همچین وضعیتیست بهتره نباشیم. دوم اگر درد دارم که من قرار نیست بمونم درد داشته باشم که بخوام زنده باشم. یعنی چی؟ یعنی منم اگر یه همچین حالت داشتم حتما نمیخواستم باشم. بنابراین شما به من میفرمایید برای اینا عادیه، برای که اینا مردمان واقع بین، عاقل، حتی اخلاقی و انسانی هستن که فکر میکنن قرار نیست یه آدم به خاطر یه فرض ذهنی بی‌معنی که تازه نمیدونم از کجا میاد زنده بمونه و رنج بکشه. مثلا وقتی که ایشون گرفتار اون سرطان شدن، دارو با درد همراه هست و بعد از این مدتی هم به بساط داروهای ضد درد اونقدر کار نمیکنه و تازه آسیبای دیگری میزنه و حال بدتری رو به وجود میاره. بنابراین عزیز اون اتفاقا همونطور که یه اشارتی هم خودتون بهش داشتید، او خلاص شده، او آزاد شده. دقیقا. و شما هم باید موافقت میکردید و خوشحال میبودید. من از قبل همسرم با من صحبتشو کرده بود، یعنی تنها کسی که اون شب مخالفت نکرد من بودم داخل اتاق، چون با من حرفاشو زده بود، قرارشو با من گذاشته بود. اصلا از این قضیه ناراحت نیستم که چرا ازش نخواستم که این کار نکن، چون من میدونم اون چی میکشید. ساعتی 8 میل مورفین بهش تزریق میشد به خاطر درد. یعنی اصلا دیگه جواب اصلا درست نیست عزیزم، غیر اخلاقی است، غیر انسانی است. یک کسی من بگه زندگی در یه همچین شرایطی بدون هیچ جهتی، هدفی، حرکتی، همراه با یه همچین دردی باید حفظش کرد. خب معلومه باید کمک کرد. خوشحالم در یه کشوری زندگی کردید که انقدر به اصول اخلاقی انسانی و واقعیت و علم و عقل تکیه دارن که گفتن ما این کار رو میکنیم. ولی واقعا از این که از دستش دادم خیلی دارم عذاب خب میشم. اون یه قصه دیگری است عزیز. من صبح بلند میشم اصلا دست خودم نیست، به خودم میرم رفتم سر مزارش. یعنی هر میدونم هم کارم این کارو نه میخواید برید ولی به تدریج کم میشه و باید کم بشه. شما فقط باید دو چیز رو بدونید، یکی این که شما در این ماجرا قربانی این یک. دوم باید بدونید که این بهترین کاری بود که گفتم از نظر من حتی اخلاقی انسانی است که انجام شده. و سوم اون نمیخواد که شما رنج ببرید، اون نمیخواد که شما حال و احساس بدی داشته باشید. بنابراین شما باید زندگی رو فعلا با کارهای خوبی که به هر حال حتی مفید است برای دیگران انجام بدید تا اینکه کم کم حالت عادی پیدا کنید و تجربیات خوب اکنون شما گذشته بد رو به مقدار زیادی پنهان کنه و از تاثیر بیاندازه. چون همسرم یکی از خیرهای خیریه‌ای بودن تو ایران، دختر بهزیستی رو ساپورت میکردن.
بعد از این فوت ایشون من حالا یه جورایی دارم راهشو ادامه میدم که خودم رو سبک‌تر کنم. بسیار کار خوبی. یعنی نمیدونم الان به نظر شما صلاح میدونید که من با دکتر مشورت کنم که این مدت دارو مصرف کنم؟ به نظر من کمکتون میکنه عزیز. ببینید عزیز، من باز جمله‌مو تکرار کنم. من از درد و غم و اندوه و رنج دیگران بسیار اذیت میشم، ولی وقتی انسان سالمم که از غم و درد و رنج خودم هم اذیت بشم و اون رو هم نخوام، اون رو هم نپذیرم. نمیشه آدم بگه من ناراحت گرسنگی که دیگر اصلا خودم مهم نیست گرسنه هستم. نه، اینا هم خودخواهیه، برخلاف تصور که فکر کنیم که دیگر دوستی است. بنابراین شما معلومه باید مواظب و مراقب خودتون باشید. همون چیزی که او از شما میخواد و انتظار داره برای شما تمام و کمال آنچه که اگر بشه حتی اسمشو بیش از اونه وفاداری و صداقت رو نشون دادید و تا آخرین لحظات کنارش بودید و بعداً هم به میل او که این باز مهمه عمل کردید. دوران سختی عزیز، یه زخم باید بگذارید خوب بشه. طبیعت کارا رو یک باره که نمیکنه، همه چیز یه زمینه تدریجی داره، ولی بعد از این مدتی عادی میشه. ولی اگر خودتون فکر کنید کمک میخواید به دکتر مراجعه کنید، تحت نظر اون یه آرام بخشی بگیرید که کمی آروم بگیرید و زودتر از این وضعیت در بیاد. ولی باز خدمتتون عرض میکنم موضوع اصلی و اساسی فعالیت شماست در زمینه‌های مختلف، به ویژه در دو زمینه، یکی ورزش و یکی شبکه دوستان و رفت و آمد و بودن با دیگران که درن زندگی میکنن و از زندگیشون به نوعی لذت میبرند و با اونا همراه بودن، حتی اگر در آغاز برای شما خیلی غیر عادی است و یا با احساس خیلی خوب همراه نیست. به هر حال شما قراره حالا دیگه مواظب و مراقب خودتون باشید که این وضعیت بیاد بیرون و بتونید حالا اقلا دیگه از 40 سالی که بعد زندگی کنید. ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز. ممنونم، مرسی، وقتتون. متشکرم.